امروز یکی از رفیقام ازم پرسید که چرا انقدر از ساکورا متنفری. خب قبل از اینکه جواب این سوالو ببینم این ویدیو رو ببینیم. بعد از اینکه اون ویدیو رو دیدیم تونستیم دلیل اول تنفر من یا هر کسی که ناروتو رو دیده رو نسبت به ساکورا بفهمیم، چون خیلی آدم رو مخیه. حالا دلیل دوم چیه؟ حدوده، یعنی دقیقاً 99.99 قدرت تیم 7 برای کیا بود؟ کاکاشی، ناروتو و ساسکه. و خانم ساکورا فکر میکردن که خیلی قویان، خیلی خوبن، ولی نمیدونست که تیم 7 فقط وابسته به این 3 نفره. 畑かかし渦巻ナルト内葉サスケ春の桜ですヤマトというサイトと言います